بعد سوال میدین دیروز در خوجندم یک کس پرسید که چرا در سوریه جنگ است، چرا در عالم اسلام جنگ هست، در دیگر جاها آرامی هست؟ برای آنکه ما نتوانستیم خودمان را از این مرحله بنبست بیرون کنیم، وارد بحث‌های بیهوده شده ایستادیم. بیا در اطراف دموکراسی صحبت کنیم، در اطراف آنکه چگونه یک انسان آزاد باشد، آزاد اندیشش را گفته تواند، فکرش را بیان کند، انتخابش را درست کند. همه چیز را بالای سر مردم نیستیم با فشار بگیم که مردم نادرست میفهمند. باید من بگویم من سیاستمدارم، من دپوتاتم، من وزیرم، من رئیس حکومتم، من بهتر میدونم، این را کنید، این را نکنید. قانون هست، خوب است، بد است، قانون است. بسیاری قانون ها شاید با من معقول نباشد، ولی مادامی که قانون شد آن را باید از پرزیدنت شروع کرده تا اعضای قطاری حزب تا شهروند باید که رعایت کنیم. بعد جامعه ما آباد میشد. بعد ما میتوانیم بگیم که مسلمان ها هم توانستند یک جامعه آباد بسازند. چرا ترک ها مسلمانان توانستند و ما نمیتوانیم؟ چرا ایرانی ها توانستند در کاسموس بروند؟ 11مین کشور جهان هست که به کیهان راه یافت ایران. چرا پاکستان با وجود همین قبیله ها، با وجود همون عقب ماندگی در پاکستان سلاح هسته‌ای ساختند؟ استحصالات خوب دارند. مالایزیا مسلمان است، اندونزیا مسلمان است. چرا اونها توانستند و ما نمیتوانستیم؟ همان دین، همان پیامبر، همان قبله، همان قرآن. برای آنکه در اونها این بحث‌های ما نیست، این اختلاف بین علما و بین شخصیت‌های دینی نیست. هر کس که منبر گرفت متاسفانه فکر میکند که از این منبر باید که حریف خود را سنگ اندازی کند، یک سخنی بگوید که باعث ضعف او شود. بیاید در اطراف هدف‌های مشترک صحبت کنیم، در کمک کنیم یک دیگر.